من فکر میکنم که در خودی امروز روبران ساختارهای مربوطه گوش کرده ایستادند مرا با من سپارش میتیم مالوده خداری کرده مونده کار خواننده باید درس خواند بعضا چهاربنای جمهوری که داخل دارد به سطح جمهوری دیگر لیکن در شهر نویا رفتن این فلانچه آمده تمام مکتب برای اونجا قطار کن حتی برای سفرهای پرزیدنت نکنید تانی کار را رئیس های ویله شهر نویا من سپارش دادم قطعی حتی جزا هم دادم کودکان را میبرونید در قدی راه راست میبینید چگونه دارد بشون و چی میکند چی ندیده است پرزیدنت خواننده را ندیده است کودک را ندیده است ساعتهای دراز شمال خنک برف باران من کردم این چیزا ما دیگر در یگان شهر نویا را نمیدیم بعد پیشواز گرفتن انا از مرکز آمده است وزیر شورای جمعیتی برین سیم قطعی گلدسته قطعی آجا خوش آمده بگین رقص کنیم پیش بود آمده است خوش آمده بیا وطن شایخی بیند کمبودی های ساعتش اصلاح کنه میمان نیست میمان یگان دولت خارجی میبین میمان پدر و مادران بعد ساختار و مقامات ها در مکتب رفته هفته هشت کرده با آموزگار در نزدیک خوانندگان یا که در نزدیک مکتب از آداب بیرون است کار کردن در کار نیست همون پروکورور هم میلیسه کسی نباشه همون هم آموزگار در تعلیم داده است آموزگار نمیشه میلیسه نمیشه این کمبودی ها را برطرف کردن دویم طوری که من معلومات دارم دوامات نامکمل و سری وقت به درس‌ها حاضر نشدن خوانندگان و حتی آموزگاران یکی از مشکلات جدی و فوراً حل طلب در ساحه معارف میباشد مثلا انگام سنجش روز 17 می سال جاری ضروریده شده در 3600 مکتب معلوم گردید که 88000 خواننده بی سبب به درس‌ها حاضر نشدند 28000 نفر بی اسباب اشیاء خوانش و 26000 نفر به لباس مقرر شده به مکتب آمدند اینچنین در همان روز 1900 نفر آموزگاران به درس حاضر نشدند 2000 معلم چه میشود بعد برنامه اجرا میشه 2350 نفر به لوازمات تعلیمی و 2000 نفر با لباس غیر رسمی به جای کاری یعنی وسایل تعلیمی آمدند همچنین معین کرده شده است که در بعضی شهر نویا هستند خوانندگانی که ماهها به درس حاضر نمیشوند در دیگر دولت ها تماشا کرده گشت است بچه سایکار بچه منصبدار است فرزندی کسی از در ژورنال رفته ایستاده است هرچی زودتر ما سیستم های رقم کنونی در گذشته مانده کار که این کمبودی ها را برطرف کنیم دیگر سیوم طبق معلومات در بعضی مؤسسات تعلیمی عملی نامطلوب از خوانندگان با بهانه‌های گوناگون جمع آوردن مبلغ تا به حال با نظر میرسد رهبران وزارت ریاست‌ها و شعبه‌های معارف شهر نویا را تاکید می‌نمایم که با چنین حالات‌ها قطعاً خاتمه باشد چیکار میکنید حاضر با نسبت به سال‌های پیش صاحبکارها هستند تاجرها هستند بعضی کارهایی که اگر در مکتب باید باشد با اونو قطعاً وای کردن ممکن خواننده را نکنید اون کار تجلیل زادروزی آموزگارا حاضر هم هست من میشنوم معلم در شعر بکنه معلم در گل بگیره معلم در این شکل زادروز داره از روزی تولد داره گفتن این چیزا از برای ریتخانی را برای چی در کودک چی داره ما نکردیم وقتش نباید این خیلی چیزا آموزگاران محترم رهبران مؤسسه‌های تعلیمی ستاره باشه فرقش این فرزند کی است تو کوشش کن از اون آدم یک انسان کامل تربیت کن برار که پگه بعد میگوید که معلم من وقت شوی نکرد به سوال نقدی کوچه شما باید میدونید که همین کودک چی رویه کدام دوست میدارد و میکنند انتخاب کنید منم کسب انتخاب کنید یک چیزش همین است که بچه ها در کوچه نمونند نه اینکه جوانو کلان سالاد است تا درخت آب ماندن کپیلی رشینی قطرگی آب مانی را در مرکزهای کسب آموزی میآموزونند کودک داره کودکش میگیرد در آنجا جای خواب جای خوراکوری همه شرایطش هست 3 ماه میخواند یک کسب یا هنر یاد میگیرد تا زبان آموزی زبانهای خارجی هم دیگر یا که دیگر کسب و هنرهای دیگر هم 3 ماه سرتیفیکاتی بین المللی کجایی که رود جای کار یافته کار کردن ناشه یافته خود نمیتونه از خودم وابستگی دارد کودک در کوچه ماند بی تعلیم ماند چی میشه ما تاجیک که باشیم بگذاریم که ملت تاجیک محتاج به دیگران باشه یا عزتی نفس ملت ما داره تاریخ ما داره فرهنگ ما داره